همچنان آن حضرت صلی الله علیه و سلم با این مضمون نامه‌های به پادشاهان و فرمانروایان زمان خود مثل خسرو پادشاه فارس و مقوقس پادشاه مصر و پادشاه حبشه، به جیفر و عیاض دو پسر جلندی در عمان و به هوده بن علی فرمانروای یبامه و به منذر بن ساوات در هجر و به حارث بن ابی شمر غسانی فرمانروای دمشق فرستاد. و در صحیح مسلم بر روایت انس بن مالک رضی الله عنه آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر هر جباری یعنی پادشاه نامه فرستاد و ایشان را به سوی دین الله دعوت نمود. و در روایت ابن عباس رضی الله عنهما وقتی آن حضرت صلی الله علیه و سلم معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستادند به او فرمودند تو همانا نزد قومی از اهل کتاب خواهی رفت، پس اولین چیزی که آنها را به آن دعوت می‌دهی پرستش الله به یگانگی است. پس باید دانست که کلمه توحید کلید داخل شدن به اسلام است و بدون باور داشتن و نطق کردن آن انسان مسلمان شمرده نمی شود. و اگر کاری انجام دهد که کلمه توحید را نقض می کند، پس چنین شخص مشرک و از ملت اسلام خارج خواهد شد. و از معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به او فرمودند: یا معاذ، تدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق علیه. ای معاذ، آیا میدانی حق الله بر بندگان و حق بندگان بر الله چیست؟ گفتم الله و رسول او داناترند. فرمود همانا حق الله بر بندگان این است که تنها او را بپرستند و به او تعالی چیزی را شریک نیاورند، و حق بندگان بر الله این است که کسی را که به او تعالی چیزی را شریک نیاورده است عذاب نکند. پس وقتی بنده گواهی دهد بر اینکه معبودی بر حق غیر از الله وجود ندارد، همانا بر باطل بودن سایر معبودهای ناحقی که غیر از الله سبحان مورد عبادت قرار میگیرند اقرار و گواهی داده است. چنانکه بر خود شاهدی داده است که هیچگاه غیر از الله جل جلاله را عبادت نکرده و او تعالی را مخلصانه و حق گرایانه می پرستد. و این همان دینی است که الله جل جلاله آن را اسلام نامیده و به گراییدن آن دستور داده است. چنانکه می فرماید: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. بگو من منع شدم از اینکه کسانی را بپرستم که شما آنها را به فریاد می‌خوانید، از زمانی که آیات روشن و دلایل آشکاری از جانب پروردگار برایم آمده است و به من فرمان داده شده است که تسلیم پروردگار جهانیان گردم. و می فرماید: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و حق گرایانه بپرستند و نماز را برپا دارند، زکات را بپردازند و این است آیین راستین. و می فرماید: فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. پس الله را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاص او بدانید، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. و می فرماید: قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. به من فرمان داده شده است که به آیینی رو کن که خالی از هر گونه شرک و انحرافی است و از مشرکان مباش و بغیر از الله کسی و چیزی را مخوان که سودی به تو نمی بخشد و زیانی به تو نمی رساند، اگر چنین کنی از ستمکاران و مشرکان خواهی شد. خلاصه درس اول: لا اله الا الله یعنی معبودی بر حق جز الله نیست. یکتاپرستی یا توحید تحقق نمی‌یابد مگر با دوری جستن و اجتناب نمودن از شرک.
هدف و غایه‌ای که به خاطر آن آفریده شده ایم همان عبادت کردن الله یکتا و بی همتاست. کسی که بجز الله تعالی چیزی دیگری را می پرستد کافر و مشرک است. همه پیامبران علیهم السلام اقوامشان را به یکتا پرستی و دوری جستن از شرک دعوت دادند. اساسی دعوت پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم به سوی توحید بوده. در قدم اول قوم و خویشاوندان خویش را به آن دعوت دادند. همچنان به پادشاهان و فرمان روایان نامه فرستادند و ایشان را به عبادت الله سبحان به یگانگی دعوت نمودند و یاران خود را دستور دادند تا اولین چیزی که مردم را به آن دعوت می دهند توحید و یکتا پرستی باشد. توحید و یکتا پرستی حق الله تعالی بر بندگان است. کسی که الله متعال را به یگانگی نمی پرستد چنین شخص مسلمان شمرده نمی شود، هرچند ادعای مسلمانی هم کند. عهدا علینا اسود العرین